ولی حجازی آوازخوان افغان‌تبار آلمان در دیدار با هموطنانش در دوشنبه بیشتر سرودها را در وصف افغانستان سرایید. او در یک صحبت کوتاه پیش از برنامه هنریش با رادیو آزادی گفت که این آفریده‌هایش هدفمندانه است و امید از تغییریابی اوضاع کشورش را تجسم می‌کند. پیام انشالله همه چیز خوب میشه، همیشه فکر خوب داشته باشه، انشالله مملکت افغانستان انشالله خوب میشه، حتما کم کم. در حالی که افغانستان اجازه برگزاری برنامه‌های کنسرتی را ندارد و محدودیت‌های فرهنگی را جاری کرده است، آوازخوان‌های افغان می‌خواهند با همزبانانشان در شهرهای تاجیکستان واخورند و پیام خود را رسانند. از حال و هوا و احساس مهاجران افغانستان که مقیم دوشنبه هستند، روحیه پزمانی وطن هویدا میگشت. خب دادین وقتی که یک طفل از مادر جدا کنین چقدر پشت زیق میشه، چقدر دق میاره. امروز ما در کشور تاجیکستان با وجودی که احساس بیگانگی نمیکنیم، فرهنگ مشترک است، اما وطنی که ما گذاشتیم آمدیم از مجبوریت اینجا و امروز یک مجلس فرهنگی ولی حجازی با داشته های موسیقی افغانی و با فرهنگ افغانی روحی ما را تداوی میکنه. با ما احساس خرسندی میده، چرا که ما اینجا مهاجر هستیم، خوشحال میشیم، خرسند میشیم از دیدار یک هموطن ما، لذت میبریم از برنامه‌هاشون. آینده میخوایم از این مهاجریت یا خلاص شویم، بریم یک جای بریم که همه افغانای ما باشه، وطن خود ما جور شه، همه گیری به راحتی دیده بتونیم. با این وجود کم اتفاق می افتد که مهاجران افغان دوری هم بیایند و محفل آرایند. اکثرا مهاجران افغان پی دریافت اجازه بود و باش و رفتن به کشور سوم که با کار و فعالیت تامین باشند سرگردان هستند. درست است که ما از وطن خود دور هستیم، اما ما هیچ وقت کشور تاجیکستان بیگانه احساس نمیکنیم. خود مثال تاجیکستان با ما وطن دوم ما است، ما در اینجا خود هیچ وقت بیگانه احساس نکردیم و نمیکنیم. و از این قسم برنامه‌ها تجلیل شدن این قسم برنامه‌ها بسیار زیاد خوشحال میشیم. منع موسیقی و آوازخوانی در افغانستان بعضی از هنرمندان آن کشور را آواره و دیگران را به اجرای ترانه‌های بدون موسیقی که اساساً از ستایش طالبان عبارت است مجبور کرده است. ولی آوازخوان‌های افغان‌تبار بیرون از کشور می‌خواهند با وجود محدودیت‌ها، آهنگ‌ها و سرودهای خلقی افغانی را زنده نگه دارند. حکومت تاجیکستان ما از او سپاسگزار هستیم که گذاشته آزادانه آوازخوان‌های افغانستان بیایند در این کشور و برای مردم خود و برای مردم تاجیکستان بسرایند. در آینده ما پلان داریم که بتانیم آوازخوان‌های بیشتری را افغان‌ها را بیاریم در اینجا، از هنرمندان ایرانی فارسی زبان استفاده کنیم و روزهای بسیار شادی را در تاجیکستان برای مهاجرین افغان و همچنین برای مردم تاجیکستان رقم بزنیم. انشالله این امید 100% است که یک روز دوباره به کشور خود برمیگردیم و هنرمندای من مثل سابق میتونن که تو کنسرت های آزاد را ایجاد بکنن و تمام شهروندانی که اینجا فعلا هستن در افغانستان بشینن و کنسرت هایشان را سلب کنن. این 100% مطمئن هستم که ما دوباره به کشور خود برمیگردیم، صلح امنیت ایجاد میشه و این همه سرگردانی و ناراحتی که داریم انشالله از بین میره. با اطلاع رسمی در تیر ماه سال 2021 در تاجیکستان قریب 15,000 گریزه افغانستانی قرار داشتند. این زمان به اطلاع سازمان‌های حامی حقوق گریزه‌ها تعداد افغانستانی‌ها در تاجیکستان کمتر از 13,000 است. قسمی از آنها به کشورهای سوم از جمله کانادا کوچیدند و قسم دیگر به افغانستان برگشتند. بعد به سر قدرت آمدن طالبان در حکومت افغانستان و گریزه شدن مردم آن، تالارهای هنری شهر دوشنبه جای به همایی آنها شده است. میر مفتون، آریان ناسید و مکنون ولی حجازی از هنرمندانی هستند که خواستند به تاجیکستان بیایند و پناهجویان و مهاجران افغانستان را شاد گردانند. برگزار کنندگان چنین برنامه‌های کنسرتی نیت دارند این اقدام را زیاد کنند و روحیه مردم را شاد گردانند. فرزان محمدی، امیر ایسایف، رادیو آزادی، شهر دوشنبه.